حدیث قدسی. فضیلت تسلیم خواست الهی بودن. امام علی علیه السلام فرمودند: خداوند متعال به حضرت داود علیه السلام وحی فرمود: ای داود، تو می خواهی من هم می خواهم، ولی جز آنچه من می خواهم نمی شود. پس اگر تسلیم آنچه من می خواهم بشوی، آنچه را هم تو می خواهی عطایت می کنم. اما اگر تسلیم آنچه من می خواهم نشوی، در آنچه خودت می خواهی تو را بر رنج می افگنم و جز آنچه هم که من بخواهم نخواهد شد. توحید الصدوق، صفحه 337.